سیامک جان سلام با یه اپیزود دیگه از جا فکری. خوبی؟ سلام قربونت، خیلی خوشحالم در خدمتتون. من خیلی بیشتر خوشحالم با چیزایی که تا حالا تو این فصل یاد گرفتم. قطعا باید خیلی خوشحال باشم، مخصوصا که میدونم باز دوباره تو این اپیزودهای آخر داریم به موضوعاتی میپردازیم که باز بیشتر مورد علاقه منه. آره، اولا اینکه برای من واقعیش اینه که جا فکری فرصت خیلی خوبی بود برای اینکه یه مقدار ذهن خودم هم به یک چیزهای متفاوت از این فضای روتینی که درگیرش هستم مشغول بکنم و فقط واقعا امیدوارم که مؤثر بوده باشه برای کسانی که وقتشون رو گذاشتن و این صحبت‌های ما رو شنیدن، چون من فکر می‌کنم که ما مهمترین چیزی که از آدم‌ها می‌گیریم و به امانت می‌گیریم وقتشونه واقعیتش، و بسیار چیز ارزشمندیه در این روزگار که خیلی هم روزگار فست فودیه، به معنی اینکه آدم‌ها شاید بیشتر از چند ثانیه رو هر چیزی وقت نذارن. اینکه وقت می‌ذارن و صحبت‌های ما رو میشنون به نظر من امانت بزرگیه و امیدوارم که به جا تونسته باشیم که برآوردش کنیم. واقعا امیدوارم و البته همین فضای پادکست رو جذاب میکنه سیامک جان، اینکه آدم‌ها مهمترین داراییشون یعنی همین وقتشون رو در اختیار ما میذارن، هم مسئولیت ما رو خیلی بیشتر میکنه، هم خوشحالیمون رو البته که بابت چنین محتوایی واقعا آدم‌ها وقت میذارن. امروز اگه اشتباه نکنم با هم قرار در مورد میلیاردرهای فقیر صحبت بکنیم. آره، این هم از اون واژگان خاص جامعه ایرانه که تو سالهای اخیر ایجاد شده که باعث میشه که اولا یه ذره در موردش صحبت کنیم که چیه این موقعیت و بعد ببینیم که چه تغییراتی رو باید تو تفکرمون بدیم، چون ما همش دنبال این هستیم که یه تغییراتی در تفکر و اندیشمون بدیم و یه مقداری ارزش گذاری هامون رو در زندگی تغییر بدیم. میلیاردرهای فقیر سرگذشت آدم‌هایی هستن که ثروت قابل توجهی دارن اما درآمد ندارن. و شاید اولین نکته‌ای که برای شنونده ها و بیننده های ما به چشم بیاد اینه که مگه ثروت با درآمد فرق داره؟ ثروت با درآمد خیلی فرق داره. ثروت دارایی هستش که شما اختیارشو دارید، اختیار تصمیم گیری در موردشو، ولی درآمد اون پول جاری در زندگی شماست که به طور روتین میاد و میره و امکان هزینه کرده روزمره به شما میده. ما در طی سالهای گذشته در ایران امیرعلی به دلیل یک جهش شدیدی که در قیمت بازارهای مختلف تو ایران پیش اومده، مثل قیمت بازار مسکن و آپارتمان و خونه، مثل خودرو، مثل تقریبا همه دارایی‌ها، به دلیل اینکه قیمت دلار در ایران یک جهش بسیار بسیار شدید در طی 6-7 سال گذشته داشت که 16 17 18 برابر، حتی بیشتر تا یک مقاطعی تا 20-22 برابر هم شده. همه دارایی‌ها تو ایران رشد کرده دیگه. حالا اون بحث اقتصادی داره که دارایی‌ها همشون از قیمت دلار تابعیت میکنن و وقتی دلار جهش میکنه همه دارایی‌ها جهش میکنن. ما یک دفعه با یک جامعه‌ای مواجه شدیم، با آدم‌هایی که داشتن توی خونه 500 میلیونی و 600 میلیونی و 700 میلیونی زندگی میکردن، با یه درآمدی چند سال بعدش اون آدم‌ها داشتن توی خونه 6-7 میلیاردی و 8 میلیاردی و 10 میلیاردی زندگی میکردن با همون درآمد سابقه که شاید مثلا سالی 10% 20% چیزی هم بهش اضافه شده. یعنی موقعیتی پیش آمده از آدم‌هایی که اون خونه‌ای که دارن توش زندگی میکنن، ماشینی که دارن توش سوار میشن، بسیار قیمتش رشد کرده، اما درآمد روتین زندگیشون یا اینکامشون رشد نکرده. اتفاقا و موقعیت‌های خیلی کمیک و عجیب غریبی داره تو اقتصاد ایران بر اساس این شرایط شکل میگیره. یعنی مثلا یک آدمی یک ماشین مثلا چند میلیاردی سواره اما پول نداره بره روغنشو عوض بکنه. این مصداق میلیاردر فقیره، چون اون ماشینی که سواره بنده خدا کاری نکرده ماشین چند میلیارد بشه. این ماشین سوار بوده، مثلا 4 سال 5 سال سواره. ماشینه به خاطر شرایط اقتصادی یهو قیمتش خیلی زیاد شده، ولی میگم درآمد این آدم متناسب با این موقعیت رشد پیدا نکرده. یا یه خانم و آقای بازنشسته‌ای که دارن با حقوق بازنشستگیشون زندگی میکنن توی خونه کلنگی در یک منطقه حتی وسط شهر تهران یا هر جای دیگه‌ای داشتن زندگی میکردن. امروز اون خونه شاید چند میلیارد تومان، شاید چند 10 میلیارد تومان پولش شده، ولی اونا همچنان دارن با حقوق بازنشستگی زندگی میکنن و شاید حتی توی تعمیر اون خونه، تو پرداخت آب و برق گاز اون خونه هم گیر کرده باشن. این موقعیت که ما با یک قشری، با یک بخش قابل توجهی از جامعه مواجه هستیم که اینها ثروتمندن، به معنی اینکه دارایی‌های گرونی رو در اختیارشون هست اما درآمد ندارن،
به معنی اینکه پول درآمد روتین ماهانه‌ای ندارن که کیفیت زندگی متناسب با اون ثروتشون رو داشته باشن، ما به اصطلاح بهش میگیم میلیاردرهای فقیر کلاً، که میلیاردرن ولی فقیرن به دلیل اینکه نمیتوانن که کیفیت زندگی خوبی داشته باشن. تو این موقعیت این تفکر، این اندیشه این که آقا ثروت با درآمد چقدر ارتباط داره به هم خیلی خیلی موضوعیت پیدا میکنه و اونم اینه که اساساً ارزش در چیه؟ ارزش در اینه که ما باید ثروت محور تصمیم گیری هامون باشه یا درآمد کلاً، و کیفیت زندگی در چیه؟ که من خیلی روی این واژه کیفیت زندگی امیرعلی تاکید دارم که آدم‌ها خیلی موقع‌ها کیفیت زندگی رو به معنی حال خوبی که در اکنون باید داشته باشن رو فدای یک سری ریسک‌ها، ترس‌ها یا تصمیم‌های خودشون میکنن. مثال بهت بزنم، آدم‌ها میان پیش من میگن که فلانی ما الان اگر که مثلا یه سری سکه طلا داریم اینها رو بفروشیم، یه ماشین بخریم برای این که بخوایم که زندگی بهتری با زن و بچه‌مون داشته باشیم، تصمیم اشتباهیه. من میگم که از نظر اقتصادی شاید رشد طلا از رشد ماشین بیشتر باشه، خب ولی واقعا ما داریم پول جمع میکنیم برای چی؟ یعنی اگر من بچه‌ی من یک ماشین بهتری میتونه سوار شه، حال بهتری داشته باشه، یه سفر دور ایران باحال‌تری بریم، این آیا واقعا ثروت نیست؟ آیا این واقعا ارزش نیست؟ من آدم رویا پردازی نیستم و کارم اینه که بازارها رو مقایسه کنم، بگم کی جلوتر میره کی عقب‌تر میره، ولی میگم یه حدی باید بذاریم بین این که ثروت جمع کردن یا پشت ثروت وایسادن یا ایجاد درآمدهای جاری یا ایجاد افزایش رفاه و حال خوب در زندگی کلا. یا مثلا الان خونه بخریم، یه خونه بزرگتر بخریم، مثلا یه اتاق خواب بیشتر داشته باشه، بچه هامون مثلا هر کدوم یه اتاق داشته باشن، لازم نباشه که 3 تایی یا 2 تایشون توی اتاق باشن. بعد من میگم اوکی الان خیلی خوبه بریم بخریم، میگن نه آیا مثلا قیمتا از این پایینتر هم میاد یا مثلا ممکنه بعدش قیمتا بره بالا. من میگم ببین بین تصمیمات اقتصادی و تصمیمات زندگی یه جایی باید یک کدومش رو برداریم و همه چی تصمیم اقتصادی نیست، همه چی جمع کردن ثروت نیست. بله باید حواسمون به ثروت باشه، حواسمون به تورم باشه، من انکار نمی کنم دانش خودم یا اون چیزهایی که حتی توی جا فکری در اپیزودهای قبل گفتم، ولی من میگم چسبندگیمون اولا به ثروت نباید باشه، چسبندگیمون به درآمد باید باشه و حتی مهمتر از همون چسبندگیمون به کیفیت زندگیمون باید باشه. اگر میتوانیم که کیفیت زندگیمون رو ارتقا بدیم با کم کردن ثروتمون و افزایش درآمدهای روتینمون، این کار رو باید انجام بدیم. خب مرزش چیه؟ مثلا من کجا باید کیفیت رو فدایی؟ آفرین، مرزش اینه که ما دچار ریسک تو زندگی نشیم. خب ریسک یعنی چی؟ یعنی اینکه در تلاطماتی که در فضای اقتصادی وجود داره، ما توی جا فکری درباره تورم، ویژگی‌های زندگی در یک جامعه تورمی در اپیزود تورم سواری صحبت کردیم. مرزش اینه که ما یک پسنداز و سیوینگی از دارایی برای خودمون نگه داریم، ولی نه اینکه همه پولمون رو سیوینگ و پسنداز بکنیم. خب من آدم‌های زیادی میشناسم که همه دارایی‌هاشون رو تلاش میکنن تبدیل به دارایی‌هایی بکنن که اینا از نظر رشد قیمتی بیشترین رشد رو داشته باشه. بعد خیلی زندگی جمع و جور و سختی دارن. خب من موضوع اینه که این 0 و 1 صحبت نمی‌کنیم، منطقش منطق فازیه، ولی موضوع اینه که همه تصمیمات بر این اساس نیست. این موقعیت میلیاردرهای فقیر، شاید یک میلیاردر فقیر باید یک مقداری از ثروتش کم بکنه، به جای یک ماشین 6-7 میلیاردی بره یک ماشین 2-3 میلیاردی سوار شه. خب اون پولی که آزاد میکنه رو تبدیل به یک جریانی بکنه که درآمد براش ایجاد بکنه که کیفیت زندگیشو بتونه افزایش بده. موضوع این بازی است. وگرنه یادتون باشه موقعیت میلیاردرهای فقیر یک موقعیتیه که شرایط اقتصاد کلان تو ایران ایجاد کرده، آدما توش موثر نبودن. طرف اومده پیش من میگه که فلانی من داشتم توی خونم با خانومم زندگی میکردم، کارمند بودم یه جایی، الان تو همون موقعیتم ولی خونم یه دفعه 10 برابر شده کلا، ولی درآمدم رشد درآمدم رو در رشد درآمد کارمند بوده. الان چی کار کنم؟ الان من خیلی میلیاردرم، مثلا نمیدونم خونم 20 میلیارد 30 میلیاردره ولی درآمدم کافی نیست. من پیشنهادم همیشه اینه که اوکی اون خونه رو باید ما تبدیل کنیم به یه چند بخشی، یعنی بشکوریمش به قول معروف به 2-3 قسمتی، 1-2 یونیتشو بذاریم برای اینکه همچنان شما رو مراقبت کنه از شما تو زندگی، ولی یک بخشایش هم باید بذاریم برای اینکه کیفیت زندگی رو ارتقا بدیم دیگه. این حد اینکه حالا یه ذره دیگه صبر کنیم، حالا ببینیم این چی میشه، حالا باز صبر کنیم. ما یه بار زندگی میکنیم امیرعلی کلا،
و قرار نیستش که تو 70-80 سالگی به آرزوهامون برسیم. می‌دونی سیامک جان، چیزی که برای من تو صحبت‌های شما خیلی جذابه اینه که شما کارشناس اقتصادی هستی ولی خیلی وقتا میای اقتصاد و فدای کیفیت زندگی می‌کنین تو صحبت‌ها. اصلا من برای همین اینستاگرام شما رو برای اینکه این واقعیتش اینه که برای اینکه باور دارم به این جمله، اساس تفکرم اینه که ما یک بار زندگی می‌کنیم و تا جایی که زورمون میرسه باید با کیفیت زندگی کنیم. تا جایی که زورمون میرسه. زورمون متفاوته. میدونم متفاوته. رویایی صحبت نمی‌کنم. و رویایی صحبت نمی‌کنم که اصلا نباید به این چیزا توجه کرد. هر چی که داریم همین امروز باید بخوریم تموم شه بره. نه، منطقم واقعا 0 و 1 نیست. منطق فازیه. دوباره دارم میگم. من میگم هم باید حواسمون باشه به اینکه پس‌اندازها و سیوینگ‌های متناسب داشته باشیم که در این تلاطمات این جامعه‌ای که از نظر اقتصادی بیماره ما یک دفعه له نشیم، همین که به کیفیت روز زندگیمون تا یه حدی که زورمون میرسه برسیم. همه چیزو فدای تصمیمات اقتصادیمون نکنیم. واقعا شخصیت له هم نمیتونه اصلا اقتصادی فکر بکنه. دقیقاً دیگه. من اینجا خب برام یه سوالی پیش میاد. ما داریم در مورد کانسپت میلیاردرهای فقیر صحبت میکنیم. ما اینجا تو بازه‌های سنی مختلف آدم‌ها واکنش‌های متفاوت دارن. یعنی مثلا بیاین فکر بکنیم که یک پسر 20 ساله که پدرش یهو مثلا چندین میلیارد تومان بهش ماشین داده، این آدم الان یه میلیاردر فقیره دیگه، چون توانایی میدونی خودش که نمیتونه از اون ماشین نگهداری بکنه، هزینه نگهداری داره اون ماشین. یا مثلا یک خانومی مثلا توی 50 سالگیش یه ارث بزرگی بهش رسیده، یه زمین بزرگی بهش رسیده. یا مثلا یه آقایی توی 70 سالگی یه خونه‌ای داشته تو همین مثلا منطقه‌ای که تهران که خیلی هم اون زمان خیلی چیز عجیبی نبوده، حداقل عجیب نبوده تهران اون موقع، ولی الان خیلی عجیب شده و ارزش پیدا کرده. همه اینا تقریبا توانایی نگهداری از زندگیشون رو ندارن، همشون هم اما نمیتونن واکنش یکسان داشته باشن. درسته؟ دقیقاً. یعنی اولا برگردم به اون جمله، میلیاردر فقیر یعنی کسی که توانایی حتی نگهداری اون داراییش هم نداره. خب یعنی مثلا ماشینی داره که پول روغنشو نمیتونه بده، خونه‌ای داره که پول مینتیننس و نگهداریشو نمیتونه بده، به خاطر اینکه درآمد نداره دیگه، مالکه. اما اینکه ما با اون ثروتی که بهمون میرسه یا به خاطر شرایط اقتصادی به اونجا رسیدیم، یعنی مملکت یه دفعه قیمتا رفته بالا، ما شب خوابیدیم صبح پا شدیم دیدیم میلیاردریم ولی فقیریم کلا. این که ما چی کار باید بکنیم با اون پول هامون، حتما یکی از پارامتراش اینه که در کجای زندگی ایستادیم. کلا یکی از شاخص‌های اصلا تنوع آدم‌ها امیرعلی همین از نظر اقتصادی که شما چه آینده‌ای پیش روتون هست. شما آیا یه آدم مثلا 24-5 ساله اید که یک دارایی بهتون رسیده اما یک جهانی پیش روتون از نظر عمر و از نظر زندگی که اون دارایی رو میتونید تبدیل بکنید به بیزینس، به کسب و کار، به جریان جاری در زندگی که برای شما درآمد ایجاد بکنه با یه قابلیتی، اونم اینه که سطح ریسک رو میتونید ببرید بالا. من همیشه اینو میگم یه آدمی که مثلا در 25 سالگیه اگر که یک ریسک های جدی هم بکنه، که ما در ریسک هم صحبت کردیم، یعنی تصمیماتی بگیره که ممکنه سطح ریسکش، یعنی انحراف اون جایی که قرار برسه با اون جایی که واقعا میرسه توش زیاد باشه، بازم یک چیزی جلوشه، اونم که یک عمری جلومه که شاید بتونم جبران بکنم اون ریسک رو. خب ولی یه خانم 60 ساله اگر تو این موقعیت قرار بگیره، خب منطقاً به دلیل زیست طبیعی انسان زمان زیادی پیش و روش نیست، حداقل اگر هم عمر طولانی داشته باشه از نظر کیفیت زندگیش زمان زیادی پیش و روش نیست که بتونه جبران بکنه، بتونه اگر که ریسک بزرگی کرد که منجر به از دست رفتن شد جبران بکنه. برای همین دقیق‌تر بخوام پاسختو بدم، آدم‌ها وقتی تو این موقعیت قرار میگیرن دو تا اپروچ دارن. یک اینه که اگر که در موقعیت سنهای پایین این کار در این موقعیت قرار میگیرن، باید بتونن خیلی سریعتر اون دارایی رو تبدیل بکنن، اون ثروت رو تبدیل بکنن به یه منابعی که بیزینس ها، کسب و کارهایی بتونن راه بندازن که درآمدزایی براشون داشته باشه، این درآمد بسازن. ولی اگر در سنهای بالا قرار میگیرن، بازم میتونن بخشی از این منابع رو آزاد بکنن، به قول معروف بفروشن، ولی اونا باید تبدیل به چیزایی بکنن که امن باشه، درآمدهای ثابت براشون داشته باشه، ریسک پذیر نباشه به قول معروف. این که ما با اون پولا چی کار میکنیم فرق داره که کجای زندگی وایسادیم. ما
یک جهانی پیش رومونه یا نه واقعا دیگه باید خیلی رفتارهای محتاط‌آمیزی داشته باشیم، چون بالاخره سن یک سطحی از کانزرواتیو بودن یا محافظه‌کاری میاره در زندگی دیگه. درست. طبیعیه دیگه که برای همین رفتارهامون رو کاملا میتونه شکل بده. پس آدم باید این فاکتورها رو در نظر بگیره. من یه دوستی داشتم خیلی جالب، این خیلی تشویقش کردیم که بره توی کار لباس و طراحی لباس چون خیلی استعداد داشت. پدرش کمکش کرد و این تمام پولی که پدرش بهش کمک کرد و رفت یه زمین خرید، یه زمین کوچیک تو شمال. و من بهش گفتم که تو چرا مثل کسی برخورد کردی که انگار سنش خیلی زیاده و هیچ چاره‌ای نداره، چرا ریسک نکردی روش؟ الان که اینو میگم واقعا ریسک تو سنین پایین‌تر امکانش بیشتر هست و آدم واقعا میتونه ریسک بکنه. دقیقاً همین امیرعلی، دقیقاً همینه. یعنی ما باید، برای همینه که من همیشه میگم توی یکی از اپیزودهای جافکری هم گفتم سرمایه‌گذاری یا تصمیمات اقتصادی ما مثل اثر انگشت ما میمونه، یعنی یونیکه، خاص ماست. یه آدم 25 ساله نمیتونه شبیه یه آدم 60 ساله رفتار بکنه و اگه بکنه اشتباه کرده. خب این که اوکی من دارایی امنی گذاشتم خیالم راحته، خب باشه الان چی؟ خب یعنی تو الان در سن ایجاد ارزشی، در سن ایجاد خلاقیتی، در سن ایجادی هستی که 1 تومن رو بکنی 3 تومن به قول قدیمی‌ها. کلا این پتانسیل رو داری، این استعداد رو داری، این پشن رو داری، این انگیزه رو داری. اگر تو رفتارت متناسب با یه آدمی باشه که در سنیه که باید خیلی محافظه‌کارانه به قول قدیمی‌ها دست به عصا حرکت بکنه، خب رفتار تو اشتباهه. از اون طرف هم اشتباهه. یه خانم مثلا 60 ساله 70 ساله یک دفعه یک دارایی بهش میرسه، میگه که اوکی من میخوام، آقای فلانی گفته در اپیزود جافکری که ما بین ثروت و درآمد پشت درآمد وایسیم، این زمینه رو میفروشم میرم تو بازار رمز ارز آلت کوین میخرم مثلا. خب اونم اشتباهه، به دلیل اینکه شما هم دارین وارد یک سطحی از ریسکی میشین که متناسب با زندگیتون نیست، متناسب با موقعیت زندگیتون نیست. این که ما تشخیص بدیم در کجای زندگی ایستادیم و رفتارمون متناسب با اون جایی که ایستادیم باشه یک بلوغه، دقیقاً یک بلوغه. سن یکی از موضوعاته، بسیاری از پارامترها که داره هم دیگه قرار میگیره. یعنی یکی از موضوعات دیگه هم اینه که ما برای اینکه تصمیم بگیریم که از این موقعیت کمیک میلیاردرهای فقیر در بیایم، اینه که آقا ما آیا استعدادمون کجاست، توانمندیمون کجاست. همین که تو گفتی دوست من یک استعدادی در حوزه فشن داشته، یعنی ما باید بتونیم منابعمون رو ببریم اونجا. ولی خلاصه این که این موقعیت آدم‌هایی که در شرایط میلیاردر فقیرن، که واقعیتش اینه که امروز در ایران میلیاردر بودن یعنی معنی که بیشتر از 1 میلیارد دارایی داشتن، بخش زیادی از آدم‌ها واقعیتش اینه که دارن دیگه. تو در شهرستان هم اگه یه خونه‌ای مثلا به پدرت از پدرت برسیده باشه مثلا 1 میلیارد دیگه میشه حداقل دیگه. برای همین موقعیت‌های زیادیه اینطوری. ولی یادمون باشه که باید بین ثروتمون و درآمدمون یه تناسبی برقرار باشه. نکته اینه، این تناسبه اگه برقرار نباشه یه جای کار میلنگه و ما باید یه تصمیم بگیریم تو زندگی. خب اینجا یک مسئله دیگه که پیش میاد اینه که بعضی وقتا بعضی آدم‌ها نمیتونن تصمیم بگیرن، ما مجبوریم تصمیم بگیریم. مثلا خیلی از ماها الان پدر مادرهایی داریم که کیفیت زندگی ماها رو دیگه تجربه نمی‌کنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا منی که فعالم، دارم کار میکنم، پدر مادرم شاید برای بیزینس‌های امروزی ساخته نشدن. مثلا مامان من معلمه، بابام مثلا. خیلی آدم‌ها رو می‌بینم اطرافم که پدر مادرهایی دارن که یه روزی یه ملکی خریدن با قسط نمیدونم بانک و اینها، امروز واقعا خونش 10 میلیارده، ولی واقعا پدر مادر توانایی اداره زندگی رو دیگه ندارن. خب میخوام بدونم که وقتی خودشون تو اون سن دیگه توانایی ریسک کردن ندارن، آیا مثلا دخالت ما بچه‌ها لازمه؟ آیا اونها چه تصمیم میتونن بگیرن؟ اصلا سوال من اینه. من الان یه خونه ای، من الان یک آدمیم 50 سالمه، دارم جافکری گوش میدم، با همسرم دارم زندگی میکنم، خونم هم 10 میلیارده، ولی واقعا نمیتونم خوب زندگی کنم. چرا؟ چون همونقدر که خونم رفته بالا، مخارجم هم رفته بالا. یعنی اون روغن و تخم مرغ دیگه مثل قدیم نیست. حقوق مثلا معلمی من، کارمندی من هم دیگه پاسخگو نیست. حالا من اینجا باید چه کار بکنم؟ چطور باید تصمیم بگیرم؟ خیلی موضوع انسانی اقتصادیه و به روابط انسانی آدم هم بستگی داره که من در چه جایگاهی برای تصمیم گیری برای پدر مادرم هستم. خب منطقاً اینه که ما باید سطح ریسک اونها رو درک کنیم که اونها در سنینی هستن که نباید ریسکای ما رو تو زندگی بکنن، نباید تلاطمات ما رو تو زندگی داشته باشن. پس منطقی اینه که یک حداقل‌هایی از یک زندگی بدون ریسک رو برای اونها باید بتونیم تامین بکنیم
با مابقی منابعی که میمونه بتونیم این اختیار رو داشته باشیم که رفتارهای ارزشی و ارزش‌گذاری از نظر اقتصادی و بیزینسی داشته باشیم. یعنی مثلا اگر که با 5 میلیارد میشه یه خونه جمع و جورتری برای پدر و مادرم گرفت که اونجا راحت زندگی کنن و نگرانی اجاره خونه سر ماه و فلان و بیسار رو نداشته باشن، اون خونه 10 میلیاردیه رو یه 5 میلیارد از توش یه آپارتمان در بیارم جای اونا زندگی بکنن، من برای 5 میلیارد بقیه‌اش بتونم چنین رفتاری داشته باشم، بتونم باعث بشم که درآمدهایی هم براشون ایجاد بشه که من هم توش ذینفع باشم. چون بالاخره یاد باشه که خیلی از این آدم‌هایی که میلیاردر فقیرن به ویژه در حوزه ملک میگن آره ما میدونیم که الان خونه‌مون مثلا 200 متر بعد مثلا این 30 میلیارد تومان شده، ولی چی کار کنیم؟ اینو بفروشیم چی کار کنیم؟ بریم مستاجری کنیم؟ این سوال مشخصه که حتما بابا مامان از ما میپرسن. پاسخ اینه که نه، قرار نیست شما مستاجری کنید. قراره که شما با یه خونه متناسب با خودتون یه ذره جمع و جورتر، یه ذره محدودتر زندگی کنید، با اون بخشی از پولی که آزاد میشه وارد کسب و کار، بیزینس، سرمایه‌گذاری بکنیم که درآمدم براتون ایجاد بکنه. یعنی به طور روتین هم یک چیزهایی تو زندگی شما از این ثروتی که دارین بیاین. چون اون موقعیت ابتدایی یاد باشه چجوریه دیگه، دارایی زیاده ولی هیچ افکتی تو زندگی تو نداره. دقیقاً میلیاردری ولی کجا میبینی؟ فقط رو سند میبینی میلیاردری. تو زندگیت وقتی میری سوپرمارکت خرید بکنی این چرخه رو دستت میگیری اصلا میلیاردر نیستی، اونجا قشنگ فقیری. یعنی چیزایی که میخوای از تو شلف برداری بذاری تو این سبد فقیری، ولی میای خونه سند رو نگاه میکنی میگی من میلیاردرم، ولی وقتی میرم سو فروشگاه فقیرم. آخه برای جامعه ما هم خیلی سخته. میدونیم مثلا جامعه‌ای که خیلی ملک رو میبینه غایت تمام آرزوهاش. میدونی یعنی تو بیا یه پدر مادر رو راضی کنی بگی که آقا بیا اینو نصفش کن، میگه تو میخوای تمام چیزی که من واسه زندگی کردم رو نصفش کنی. برای همین دارم میگم یه مقدار به روابط انسانی، میزان اعتماد، میزان بلوغ نسل بعدی تو اون خانواده بستگی داره واقعیتش. خب برای همین میگم یه مقدار به روابط نسلی بستگی داره که پدر و مادره چقدر به بلوغ تفکری نسل بعد به فرزندشون باور دارن که به قول قدیمی‌ها میخواد نمیدونم آب ببنده تو این پوله بره، یا واقعا نه میتونه که یک جریانی از درآمد ایجاد بکنه که هم خودش ذینفع بشه هم به اونها کمک بکنه. ولی موقعیت اینه که باز تکرار میکنم، ما از ثروتمون باید بتونیم درآمد ایجاد بکنیم. ثروتی که منجر به درآمد نشه معیوبه. این موقعیت کمیکیه در اقتصاد و این موقعیت الان تو ایران فراگیره، به خاطر اینکه جامعه بخش واقعیش، کسب و کارهاش، بیزینس‌هاش با ادبیات اقتصادی رشد اقتصادی نداشته، پس درآمدهای بخش واقعی رشد نکرده، بخش دارایی‌هاش، ثروتش، ملکش، ماشینش، دلارش، طلاش رشد وحشتناکی داشته. درآمد رو ما از بخش واقعی در میاریم که پایینه، دارایی هامون تو بخش ثروتی که بالاست. پس ما اساساً اگر از ثروتی در زندگیمون نتونیم که درآمدزایی بکنیم نیاز به تصمیم داریم. تصمیمه رو با ملاحظاتی که داریم میگیم باید بگیریم که ما رو دچار تلاطمات عجیب غریب نکنه. ببین چون خیلی‌ها تو اقتصاد تصورشون از تصمیمات 0 و 1 امیرعلی. واقعاً منطق زندگی منطق فازیه. یعنی منطق زندگی در حوزه اقتصاد و همه جای زندگی سفید و سیاه نیست، خاکستریه کلاً. ما میگیم اوکی اون خونه ها رو اگر تو 30% هم بتونی آزاد بکنی، تبدیل بکنی به یه خونه مثلا 20 میلیاردی، یه خونه 30 میلیاردی رو 10 میلیاردش آزاد کنی، بتونی 20 میلیاردی بکنی که پدر و مادره باز خیالشون راحت باشه که تو خونه خودمون نشستیم، نگران اجاره خونه سر ماه نیستیم. 10 میلیارد فرصت خوبیه برای اینکه درآمد موثر ایجاد بکنی، کسب و کار ایجاد بکنی، حتی سرمایه گذاری بکنی که هم خودت به عنوان نسل بعدی ذینفع باشی، هم به اون پدر و مادر کمک کنی و بگید ببین شما دارید از اون ثروتتون درآمدش هم تو زندگی میبینید. یعنی اینقدر اینطوری نگاه نکنیم کلشو بدیم بره یا کلشو نگه داریم. ما خیلی توی موقعیت ها هستیم، همشو بدیم بره همشو نگه داریم. نه بدیم بره نیست، ما تبدیل میکنیم، هی دارایی ها رو از شکل به شکل دیگه تبدیل میکنیم که این مؤثر بودن درآمد رو توش بتونیم ببینیم. و نکته بزرگی که وجود داره تو مثال تو خیلی مثال خوبی بود که متاسفانه ترس از تورم، ترس از دست دادن به جنریشن هایی رسیده که اینها ذاتاً باید ریسک کنن. یه آدم 25 ساله وقتی میره شمال یه زمین میخره این ترس از دست دادن داره. خب و این ترس از دست دادن اجازه رفتار خلاقانه اقتصادی رو ازش میگیره و مجبور میشه که محافظه کارانه رفتار بکنه.
ولی موضوع اینه که اوکی با اون پولی که بهش رسیده شاید میتونست با نصفش بره یک رفتار کانزرواتیو داشته باشه، با نصفش بیزنس رو بندازه. یعنی ما هی نگاه کلشو بریم فلان کاری بکنیم یا کلشو بیایم تبدیل بکنیم، این باعث میشه که واقعیتش اینه که ما خیلی موقع به خطا بریم. و یه چیز دیگه که باز به ذهنم میاد در این مورد اینه که حالا تو یک شکل دیگه اگه بخوام یه مثالی تمثیلی داشته باشم اینه که فکر بکنیم فالوور تو اینستاگرام پوله و کسی که داره معروف میشه هم صاحب اون پوله. خب من خیلی وقتا میبینم که آدما تو اینستاگرام خیلی معروف میشن ولی اونقدری که معروف میشن توسعه پیدا نمیکنن. خیلی وقتا میبینم که آدم‌ها تو دنیای واقعی به خاطر شکل زرنگی که کردن، اون تیز حسی که داشتن، رفتن سری مثلا فلان دارایی رو گرفتن، اینو گرفتن، اونو گرفتن، ولی خودشون توسعه پیدا نکردن. خب من فکر می‌کنم که از دلایلی که باعث میشه میلیاردرهای فقیر هم شکل بگیرن اینه که همزمان به اون دارایی توسعه پیدا نمی‌کنن. حتما همینه، ظرفیت میخواد. ببین ما من به این ماجرای ظرفیت تو زندگی خیلی باور دارم. ظرفیت تفکری و ذهنی میخواد. ما حتی در حوزه اقتصادی هم باید متناسب با رشد دارایی هامون ظرفیت تصمیم گیریمون رشد پیدا بکنه، بلوغ مالیمون رشد پیدا بکنه، بلوغ اقتصادیمون رشد پیدا بکنه. ما پولامون زیاد، پولا که نه، ثروتمون زیاد شده ولی ظرفیت تفکر اقتصادی و مالیمون رشد پیدا نکرده و این اون موقعیت است که ما اصلا به گزینه‌هایی فکر نمی‌کنیم. ما اون بلوغه رو نداریم، اون دانشه رو نداریم به این موضوع که آقا من تو زندگی به ثروتم نباید بچسبم، به درآمدم باید بچسبم. اصلا به این موضوع فکر نمی‌کنیم. ما بسیاری از موضوعات اصلا در مواجهه فکر کردنش قرار نمی‌گیریم که بعد بخوایم بریم اصلاحش بکنیم. اگه یاد باشه ما تو اون اپیزودی که درباره تله‌های رفتاری سرمایه‌گذاری صحبت می‌کردیم یه مفهومی داشتیم که میگفتیم که ما این تله‌ها اگه حتی دایره آگاهیمون بیاد، قدم اول اینه که دیگه تله نباشه. خب این هم همینه دیگه. یعنی ما اگر که دانشمون بره بالا، نسبتمون با مفاهیم تغییر پیدا بکنه، اون موقع است که به این متوجه میشیم که ما باید یک تصمیماتی بگیریم فراتر از رفتاری که تا الان داشتیم. ظرفیت باید بره بالا، یعنی این که ما باید بتوانیم که شهودمون، شعورمون و دانشمون نسبت به این موقعیت ها افزایش پیدا بکنه و به قول تو آدم ها مثل اینستاگرام یعنی بزرگ میشن، دارایی هاشون بزرگ میشه، خودشون بزرگ نمیشن. عجب اپیزود جالبی شد. یعنی مطمئنم برای خیلی از آدما همین قضیه قشنگ قابل لمسه. هم میدونم که اگر در آینده براشون اتفاق بیفته احتمالاً حرفای امروز شاید بتونه براشون تلنگر باشه. برای جمع‌بندی میپرسم سوال آخر. من شنونده جافکری الان یه جایی نشستم دارم اینو گوش میکنم. من یه میلیاردر فقیرم، یا یه ماشینی دارم که نمیتونم نگهداری کنم، یا یه خونه‌ای دارم، یه زمینی بهم رسیده، یا چه میدونم یک موقعیتی دارم که در نهایت باعث شده که احساس میلیاردر فقیر بودن بهم دست بده دیگه. از کجا شروع کنم؟ از همینجا که بپذیرم که من یک میلیاردر فقیرم. واقعیتش بازم میگم تو آگاهیم باشه که آقا من ثروت زیادی دارم ولی این ثروت اثرش تو زندگی من نیست. یعنی آگاهی به این موضوع که من ثروت دارم ولی ثروت اثر و افکتی در زندگی من نداره گام اوله. و بعدش به این که بپذیرم که من نسبت به ثروت نباید چسبندگی داشته باشم، من نسبت به درآمد و کیفیت زندگی باید چسبندگی داشته باشم. پس در یک مسیری که این مسیر یک منطق خاکستری داره، باید شروع بکنم بخشی از اون ثروت رو تبدیل به یک جریان پویای مالی، اقتصادی، بیزینسی بکنم که برای من درآمد ایجاد بکنه، که کیفیت زندگیم افزایش پیدا بکنه با حفظ ریسک هایی که باید بهش توجه بکنم. مثالش رو زیاد زدیم تو این موضوع که اگر یک زمینی به من رسیده که قابلیت فروش داره، اون زمینه رو نصف پولش رو تبدیل بکنم به یه زمین دیگه‌ای که خیالم راحت بشه، یه دارایی امن دارم، با نصف دیگه‌اش وارد یک ایده پویای کسب و کاری، بیزینسی، سرمایه گذاری بشم که اثر مالیش، اثر درآمدیش تو زندگیم جاری بشه. موضوع اساسی اینه، خیلی تو این اپیزود گفتم، ولی این موقعیت مهمیه که آیا ما اون ثروتی که در اختیارمون هست، اثرش وقتی میریم سوپرمارکت خرید بکنیم تو سبدمون هست یا نیست؟ تناسب باید بین کیفیت سبدش سوپرمارکت شما با ثروت شما باید وجود داشته باشه در زندگی. اگر این تناسب نیست، تصمیم باید بگیرید و این تصمیم یعنی همین، یعنی تبدیل دارایی به یک یا چند نوع دارایی دیگه، اون ثروته، اون ملک، اون ماشین، به یک یا چند تا دارایی دیگه که یک خیالمون رو همچنان راحت بکنه اما بخشی از اون ثروت منجر به ایجاد درآمد بشه.
چقدرش بستگی به همون چیزایی که تو صحبتمون بود. تو چه موقعیت زندگی هستیم، شرایطمون چیه، جوونیم، سنمون بالاست، میتونیم بخش بیشترش رو تبدیل بکنیم به دارایی نقد به روزی که باهاش بیزنس و کسب و کار راه بندازیم، یا نه باید عمده‌شو همچنان سیوینگ و پس‌اندازهای بدون ریسک داشته باشیم و بخش کمتریش رو راه بندازیم. اما راهش تبدیل و تنوع داراییه. یعنی اون چیزی که ما رو کرده میلیاردر، اگه یک ماشین چند میلیاردی داریم که خرجش رو نمیتونیم بدیم، کوچیکش کنیم به یک ماشینی که خرجش رو بتونیم بدیم، با اون پولی که آزاد میشه یک جریان درآمدی پویا در زندگی بتونیم راه بندازیم. نیاز به تصمیم داره، نیاز به تغییر داره. خوشحال نباشیم که ما میلیاردریم، خوشحال باشیم که کیفیت زندگی خوبی داریم، با فرض اینکه حواسمون هست، رفتارهای کاملا ریسکی نمی کنیم. من خیلی تو این اپیزود رو این تاکید کردم که من نمیگم که کل ثروت رو بفروشید بیاری تو زندگی رو بگذرونید و دمی خوش باشید و هرگز گفتگوی من نیست. ولی گفتگو من اینه که کفه ترازوی کیفیت زندگی و درآمد اهمیتش بیشتر از ثروته و راهش اینه که ثروت رو بخشش رو با خیال راحت نگه دارید، بخشش رو تبدیل به یک جریان پویا بکنید. یعنی در نهایت یه میلیونر خوشبخت بودن خیلی بهتر از یک میلیاردر فقیر بودن. بسیار تعبیر درستیه، بسیار تعبیر درستی. به نظر من کیفیت زندگی در همینه که یه میلیونر خوشبخت باشیم، نه یه میلیاردر فقیر.